PowerPoint. یعنی این درسی چهارم میشود که ما در درس گذشته یک نمایشی رو ساخته استفاده بودیم، در این درس اون رو دوام میدیم. خب با سلاید دوم میگذاریم. اگر این رو ما میخوایم که بینیم، برای دیدن این من در همینجا پلاس موتور رو پخش میکنیم. هست در همینجا. وقتی که با پلاس موتور پخش میکنیم، پیداشوی اونها عیان میشن در اکران خود. و باز هست یک پلاس موتور دیگر که از سلاید شو ما وارد میشویم، نچت رو پخش میکنیم، در اکران کلان با ما نشون میدهد چقدر پیدا شوی اونها. وقتی که پیدا شدن گرفتن، ما میتونیم اون رو اداره کنیم با تگمچه هایی که در صفحه کلید است، بالا پایین چپ راست نشان داده شده است. با یاردمی اونها برای برآمد تگمچه اسک رو پخش میکنیم، میبریم. خب اکنون با سلاید دوم میگذاریم. در سلاید دوم باشد مینویسیم، یعنی درباره اشتراک کننده شرح میدهیم. برای درباره اشتراک کننده شرح دادن، خب یگان دیزاین عالی جناب ما باید انتخاب کنیم که چقدر ما خودمون رو شناس کنیم. خب مثال میکنیم برای اینکه کمتر جالبتر کنیم، باز میتونیم دیزاین رو در این صفحه تغییر دهیم. دیزاین این صفحه رو از اینجا میبینیم، یگان دیزاینی که با ما معقول باشد اون رو انتخاب میکنیم. و فکرم در اینجا یگان دیزاین خوب نیست که با ما معقول باشد. ماکت stay slide لطفه برمیگردیم. خب اینجا رو خالی مانیم، باز بهتر است. من همین خیلی که سلاید رو ما این کار کردیم و در اینجا می نویسیم، مثال میگیریم، درباره شخصی خودمون معلومات میدهیم. معلومات شخصی ما کمتر خردتر میکنیم تا که همه چیزهایی که ما موندنیم جاگیر شوند. و اینجا برمیگردیم، معلومات شخصی. اینجایی را باز با یگان نمود رنگ بار میکنیم. خب حرفای ما گم شده، این را زیر تغییر میدهیم رنگ حرف رو با کسی که خیلی که معقول است تا رنگ یگان جای خود رو گرفتن تغییر دادن میگیریم. از این معلوم میشود که این طوری که ما انتخاب کردیم در اینجا یگان فایده ای ندارد.
باز برمیگردیم با همون رسومگیری تکستورا میگذاریم. انا اکنون یگون نمایش خود را که بهتر کردن ما از دیاگرام ها اگر استفاده بریم باز حضوری بد می شود. برای دیاگرام ها استفاده بودن ما با دیاگرام داخل می شویم. از اینجا دیاگرام هایی که با ما معقول است اونها رو استفاده می بریم. جاتا که دیاگرام هایی که با ما در کار است یا سمارت آرت باشد. نه از سمارت آرت یافتنش با فکرم آسان تر می شود. یکی از فیگورهایی که من بسیارتر استفاده می بردم انا همین فیگوره رو شخصا بیشتر استفاده می برم در جابجا کنی به حد چیز خوب است. کامپیوتر کمتر چسبانده ایستاده است. خیلی که میبینید همین گونه سیستم پیدا شد. یعنی اسمارت آرتی ما که ما در اینجا موندیم پایین تر میفراریم، شخصیت رو کمتر بالاتر میبریم. خب هر یک تکستی که در اینجا هست ما میتونیم تغییر دهیم. مثال میگیریم خود همین ها رو نیست و ساحه ها کمتر جدا کنیم. چقدر که دیده استادیم من باشم در بین این یگان رسم رو جمع میکنم و چون هر وقت با همین گونه اصول در گرد اینها باز یگان چی می نویسیم این دوری بد می شود. خب که باشد مثال در اینجا من در تکست می نویسم که نامو نصب در اینجا مثال نام رو با پراگی می نویسیم. خب در اینش مثال کورسی چندکی می شونیم یعنی کورس در اینجا می گیریم. با هر حال ما کورسی پنجیم در اینجا می نویسیم 5. در اینجا می توانیم که خب چی را در اینجا فاکولتت رو می نویسیم. فاکولتت در اینجا باشد نامی فاکولتت رو یعنی طبیعی ریاضی و رشد نیروی انسانی. در اینجا باشد می نویسم یکم از اینجا اختصاص از اینجا باشد می نویسم. مثال میگیریم ماتماتیکا اینفورماتیکا. چرا که میبینید همه اینها علاقه جا بجا شدن با ما یک چیز نمیرسد آن هم باشه رسم است که با ما یعنی در برای معلومات ما چی یگان نقشه دهد. مثال میگیریم برای وستافکا وارد میشویم از رسم که یگان رسم رو انتخاب میکنیم. من این رسمک رو من انتخاب کنم